الحمد لله رب العالمين. قال العلامة حجة الإسلام أبو جعفر الوراق الطحاوي بمصر رحمه الله: هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. به نام و استعانت از الله بخشاینده مهربان. ستایش ویژه الله پروردگار جهانیان است. علامه حجت الاسلام ابو جعفر وراق طحاوی رحمه الله میگوید: این کتاب بیانگر عقیده اهل سنت و جماعت بر مبنای مذهب فقهای اسلام ابو حنیفه نعمان بن ثابت کوفی و ابو یوسف یعقوب بن ابراهیم انصاری و ابو عبدالله محمد بن حسن الشیبانی رضی الله عنهم اجمعین است و به باورهای آنان در مورد اصول دین که با آن پروردگارشان را میپرستند میپردازند. ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. بینندگان عزیز و ارجمند، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قبلا این مطلب رو بیان کردم که علامه طحاوی رحمت الله علیه فرموده بودند که برای رسیدن به توحید خالص و شناخت و معرفت حقیقی و واقعی الله متعال و برای نیل ایمان صحیح و کامل لازم هست که انسان مسلمان خود را بسپارد به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم و هرچی را که از جانب الله متعال و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای ما نقل شده و بیان شده آنها را تسلیم بکند، بپذیرد و استسلام کاملی را در این زمینه داشته باشد. و اگر کسی برخلاف این راه و روش بخواهد که آیات قرآن را بفهمد، اسماء و صفات الله متعال را درک بکند، به شناخت الله متعال برسد، قطعا راه را اشتباه رفته و نتیجهش این می شود که چون این انسانی در میان کفر و ایمان و در میان تصدیق و تکذیب و در میان اقرار و انکار مذبذب خواهد بود. نه مؤمن کاملی هست و نه کافری به تمام معنا، بلکه مذبذب هست در میان کفر و ایمان. و بیان کردند که راه رستگاری و راه نجات از حیرت و سرگردانی و شک و تردید این هست که ما بر بگردیم به آیات قرآن و احادیث رسول الله و آنچه را که
قابل درک نیست برای ما علمش را واگذار الله متعال بکنیم. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب باز هم این نکته را بیشتر تأکید می‌فرماید و میگوید که لا یصح الایمان بالرؤیة لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم او تأولها بفهم. ایمان به رؤیت الله متعال در روز قیامت برای بهشتیان صحیح و کامل نخواهد بود برای کسانی که میخواهند با وهم و گمان بی اساس و بی پایه خودشان یا بر اساس فهم و درک ناقص خود و ناتمام خودشان بخواهند این مطلب را حذف بکنند و بفهمند. رؤیت الله متعال در روز قیامت برای بهشتیان، برای کسانی که وارد دارالسلام یعنی بهشت بشوند ثابت هست با آیات قرآن و با احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. ما باید به اصل رؤیت معتقد باشیم زیرا که اصل رؤیت ثابت هست، اما حدس و گمانه‌هایی که درباره کیفیت رؤیت باشد، چگونگی رؤیت باشد، این مواردی هست که بیان نشده. پس بنابراین وقتی که این موارد بیان نشده ما هم مکلف نیستیم که در پی جزئیات برویم، در ذهن خودمون ترسیم بکنیم و به تصویر بکشیم که چگونه می شود که یک انسان الله متعال را ببیند. همین قدر کافی هست که ما تسلیم فرموده الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم. ایشان فرمودند که ما الله متعال را در روز قیامت میبینیم، اما کیفیتش را برای ما بیان نکردند. پس بنابراین ما باید تسلیم دستور الله و رسول الله صلی الله علیه وسلم باشیم و اصل رؤیت را قبول بکنیم و در پی دریافت جزئیات و دریافت کیفیت نباشیم. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه نفی میکند در واقع تأویل را که انسانی بخواهد با فکر خودش و با گمان خودش و با حدسی که میزند بخواهد که کیفیت رؤیت الله متعال را درک بکند. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه میفرماید اذ کان تأویل الرؤیت و تأویل کل معنی یضاف الى الربوبیت بترک التأویل و لزوم التسلیم. زیرا که رؤیت نیازی به تأویل ندارد. رؤیت یعنی مشاهده کردن، یعنی دیدن. میفرماید که تأویل رؤیت ترک تأویل هست، یعنی این که یک کلمه‌ای که معنایش در زبان عرب مشخص هست و هر کسی را که عربی میداند بگویید که رؤیت یعنی چی، نگاه کردن و نظر کردن یعنی چی، میداند معنیش چی هست. پس بنابراین دیدن و رؤیت کردن و مشاهده کردن نیازی به تأویل ندارد، رؤیت نیازی به تأویل ندارد. اذ کان تأویل الرؤیت، تأویل رؤیت و همچنین تأویل هر صفتی که از صفات ربوبیت و الوهیت الله متعال هست، تأویلش ترک تأویل هست. که ما اون صفاتی را که درباره الله متعال هست، ذات الله متعال و اسماء و صفات الله متعال را ما باید قبول بکنیم، نه این که تأویل بکنیم اون صفات و اسماء الله متعال را. تأویل تمامی صفات الله متعال و اسماء الله متعال ترک تأویل هست و لزوم تسلیم و التزام به تسلیم به آیات قرآن و احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم. این یک روش صحیح و درستی هست برای رسیدن به توحید کامل، برای رسیدن به معرفت حقیقی و واقعی الله متعال، که ما صفات الله متعال را همان گونه که در قرآن آمده بپذیریم
صفات الله متعال را همان گونه که در احادیث صحیح رسول الله آمده بپذیریم، نه اینکه اگر مواردی به ذهن ما مناسب شأن الله متعال نیست یا اینکه مواردی رو ما خلاف عقل خودمان احساس میکنیم اونها رو رد بکنیم یا تعویل بکنیم. خیر، همان گونه که الله متعال فرمودند و با کلماتی واضح و شفاف این مطلب را و این صفت را بیان کردند، ما به اصل اون صفت و به اصل اون مطلب معتقد باشیم و علم کیفیتش را و چگونگیش را بسپاریم به الله متعال. وقتی که الله متعال فرمودند که مؤمنان در روز قیامت پروردگار را میبینند، یا این که در احادیث رسول الله اومده که شما در روز قیامت پروردگارتان را میبینید، قبول بکنیم، بپذیریم و در پی تعویلش نباشیم که نه منظور از رؤیت قلبی هست، منظور از رؤیت نعمتهای الله متعال هست. این هیچ گونه مجوزی را ندارد. هر چرا که الله متعال و رسول الله فرمودند ما باید قبول بکنیم و ترک تعویل بکنیم. بهترین تعویل برای اسماء و صفات الله متعال ترک تعویل و لزوم تسلیم هست، اون گونه که علامه طحاوی رحمت الله علیه میفرماید. و در ادامه میفرماید و علیه دین المسلمین، و دین مسلمانان این هست، دینی که تمام مسلمانان پذیرفتند و بر اون عمل میکنند این هست، یعنی ترک تعویل هست. ما نه ذات الله متعال را دیدیم و نه کیفیت ذات الله متعال را میدانیم و نه کیفیت و چگونگی صفات و اسماء الله متعال را. همین که ما قبول داریم که الله متعال وجود دارند، همین که ما بپذیریم که الله متعال قابل رؤیت هستند در قیامت، الله متعال دست دارند، الله متعال سمع و بصر دارند، اون صفاتی که الله متعال در قرآن یا در احادیث رسول الله بیان شده، اون صفات را ما کاملا بپذیریم با ترک تعویل، یعنی هیچ گونه تعویلی بیان نکنیم از طرف خودمون برای صفات الله و اسماء الله متعال معنی را نتراشیم. اما متاسفانه بسیاری از انسانها با گمان خودشون و با فکر خودشون اومدند یک چیزی را برای الله متعال تصور میکنند. بعضی صفات الله را نفی میکنند و بعضی دیگر تشبیه میکنند. دو بدعت بسیار بزرگ هستند در دین مبین اسلام که علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب این دو تا بدعت را یادآوری کرده و هشدار داده که مسلمانان باید از این دو بدعت خودشون را نجات بدهند و پرهیز بکنند. بعد از مشاهده یک میان برنامه کوتاه انشاءالله این مطلب را خدمت شما بیان خواهم کرد. رؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه، فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت الفردانية، ليس في معناه أحد من البرية، وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب دو بدعت نفی و تشبیه را یادآوری کرده، دو بدعت اساسی که اساس انحراف در باب اسماء و صفات هستند. بدعت نفی و تشبیه یعنی نفی صفات الله متعال
و منتفی دانستن صفات الله متعال، نپذیرفتن اسما و صفات الله متعال. و بدعت دیگر تشبیه اسما و صفات الله متعال. بسیاری از انسانها که خواستند با عقل خودشون الله را درک بکنند، برای ذات الله و صفات الله کیفیت‌هایی را قائل شدند و در واقع الله متعال را تشبیه دادند به خودشون، به انسانها، و بر اساس این تشبیه اومدند برخی از صفات را از الله متعال نفی کردند. گروه اول نفی کردند این صفات را از الله متعال به خاطر تنزیه الله متعال و گمانشون این بوده که الله متعال از این موارد پاک هست، منزه هست. و یک گروه دیگری آمدند اون صفاتی را که در قرآن کریم برای الله متعال بیان شده و یک نوع تشابه اسمی با صفات انسانها دارند، این صفات را با صفات انسانها تشبیه کردند. علامه طحاوی رحمت الله علیه در ادامه مطلب می‌فرماید که و من لم یتوقع النفی و تشبیه، هر کسی که از نفی و تشبیه پرهیز نکند، هر کسی که از نفی و تشبیه پرهیز نکند، زل، گمراه می شود، منحرف می شود از صراط مستقیم. ولم یصب تنزیه، و به تنزیه هم نخواهد رسید. این کسانی که صفات الله را تعویل می کنند، صفات الله را نفی می کنند، این به خاطر این هست که میگویند که ما الله متعال را از این صفات منزه میدانیم، به خاطر تنزیه الله متعال ما این اعتقاد را داریم. اما این اعتقادشون اونها را به تنزیه هم نمیرساند. و همچنین اون کسانی که قائل به تشبیه هستند، الله متعال را تشبیه میکنند به انسان، یا انسان را و صفات انسان را تشبیه میکنند به الله متعال. ببینید الله متعال در قرآن کریم برای خودش صفاتی را بیان کرده با زبان عربی که آشکار هست و واضح هست، همه میفهمند، مانند صفت ید، دست که برای الله متعال ثابت شده، صفت وجه مانند صفت شنیدن، صفت دیدن، صفت کلام الله متعال. اینها صفاتی هستند که الله متعال در قرآن کریم و رسول الله در احادیث خودش بیان کرده. اما بسیاری اومدند و با تصور خودشون گفتند که الله متعال که نمیتواند دست داشته باشد، این خلاف عقل هست، خلاف باور هست. با فکر و گمان خودشون خواستند این صفات الله متعال را درک بکنند و در نتیجه اومدند گفتند که این الله متعال از این صفات پاک هست، پس بنابراین این صفات را ندارد. خب وقتی که در قرآن اومده دست خدا را ما چه تعبیر بکنیم؟ میگه منظور از دست خدا نعمت خدا هست، قدرت خدا هست. تعویل کردن این صفات الله متعال را. علامه طحاوی رحمت الله علیه میفرماید اون کسانی که از نفی صفات الله و تشبیه اسما و صفات الله متعال پرهیز نمی کنند، اونها گمراه می شوند در راستای شناخت الله متعال و در راستای توحید کامل. اینها منحرف می شوند و حتی به اون تنزیهی که منظورشان بوده باز هم نمی رسند. می فرماید که فإن ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانیه، الله متعال موصوف هست به صفات وحدانیت، یعنی این که الله متعال واحد هست. الهکم اله واحد، الله متعال یکتا و بی همتا هست. یعنی این که صفاتی را که الله متعال دارند، نامهایی را که الله متعال دارند، تمام اینها یکتا هست، مخصوص الله متعال هست و به این گونه نیست که شما بتوانید صفات الله متعال را تشبیه بکنید با صفات انسانها. الله متعال واحد هست و یگانه هست، هم در ذات خودش و هم در صفات خودش و هم در ربوبیتش و هم در الوهیتش. الله متعال در همه چیز یگانه و بی همتا هست و نباید و نمی شود که الله متعال را با انسانها قیاس کرد و با انسانها تشبیه کرد. منعوت به نعوت الفردانیه، الله متعال
منعوت هست، یعنی موصوف هست به صفات فردانیت، یعنی این که الله متعال فرد هست، یکتا هست، دومی ندارد که شما بخواهید الله متعال را قیاس بکنید بر کسی دیگر، یا این که کسی دیگر را بر الله متعال قیاس بکنید. لیس فی معناه احد من البریه، هیچ کسی مثل الله متعال نیست و الله متعال هم در هیچ صفتی مانند هیچ یکی از انسانها نیست. پس بنابراین شما نمیتوانید به خاطر یک نوع تشابه اسمی صفات الله را و نامهای الله متعال را نفی بکنید. چون که انسان دست دارد پس بنابراین الله متعال نباید دست داشته باشد. چون که انسان شنوا و بینا هست پس بنابراین الله نباید این صفات را داشته باشد. نفی و تشبیه را کنار بگذارید، زیرا که الله متعال هم در نامهایش و هم در صفاتش و هم در ذاتش و هم در الوهیت و ربوبیتش یکتا و بی همتا هست و شما نمیتوانید الله را بر ذات دیگری قیاس بکنید. و در ادامه علامه طحاوی رحمت الله علیه می‌فرماید و تعالی عن الحدود والغایات، الله متعال فراتر از حدود و غایات هست، فراتر از ارکان و اعضا و ادوات هست. لا تحویه الجهات الست کسائر المخلوقات، الله متعال نیازی به جهات ست و نیازی به کون و مکان ندارد مانند بقیه مخلوقات. یعنی این که نمی شود الله متعال را با این معیارهایی که شما در نظر دارید، با این اعضا و جوارحی که شما در نظر دارید، با این برداشتی که شما از دست دارید، از صورت دارید، با این برداشتی که شما از چشم و از بینایی و شنوایی دارید، نمی شود الله متعال را با این قیاس کرد. صفات الله متعال مانند صفات من و شما نیست. اگر در قرآن اومده که الله متعال دست دارد یا بینا هست یا شنوا هست، اینها اعضای مانند اعضای انسان نیستند و نمی شود اونها را بر اعضا و جوارح انسان قیاس کرد. و الله متعال اساسا نیازی به جا و مکان و نیازی به زمان ندارد، زیرا که اینها مخلوق هستند و الله متعال از مخلوقات بی نیاز هست. اون چیزی رو که الله متعال درباره خودش بیان کرده که الله متعال در آسمان هست، صفت علو را دارد، به طرف بالا هست، الرحمن علی العرش استوا، تمامی این صفات را باید به عنوان صفات الله متعال برداشت کرد. اینها صفات ذاتی هست که هم ذاتش و هم صفاتش بی همتا هستند، قابل قیاس و قابل مقایسه با کسی دیگر، با مخلوق دیگر نیستند. پس بنابراین ذات الله متعال را و صفات الله متعال را و ربوبیت و الوهیت و یکتایی و وحدانیت الله متعال را باید در قالب آیات بفهمیم و بسنجیم و هر آن چیزی را که الله متعال برای خودش ثابت کرده، برای خودش بیان کرده، آنها را بپذیریم و حدس و گمانه‌های خودمان را و درکی را و تصوری را که تصور شخصی ما هست، برداشت شخصی ما هست، این را بر الله متعال، بر ذات الله و بر نامها و صفات الله متعال غالب نکنیم، زیرا که الله متعال با ذات و صفاتش فراتر از عقل من و شما هست. منتها هر چیزی را که در قرآن الله متعال با کلمات و زبان عربی برای من و شما بیان کرده، اونها را باید بپذیریم. معنی اون صفت اون چیزی نیست که من و شما میفهمیم، اون کیفیتی نیست که من و شما در نظر داریم. دست خدا مانند دست انسان نیست، مانند این دستی نیست که شما تصور میکنید. شنیدن الله متعال، دیدن الله متعال، وجه الله متعال، رحمت الله متعال، غضب الله متعال، تمامی این صفات اون چیزی نیست که شما از انسانها دیدید، بلکه ما معتقد هستیم که الله متعال همون گونه که این صفات را برای خودش بیان کرده این صفات را دارد، منتها این صفات الله متعال متفاوت با صفات انسانها است و در میان الله و
بندگانش و در میان بندگان و الله متعال هیچ گونه تشابهی وجود ندارد و هیچگاه نمیتوانیم که الله متعال را به انسان یا انسان را به الله متعال تشبیه بکنیم. تا برنامه دیگر تمامی شما را به الله متعال می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.